ماشینی که حتی آمریکایی‌ها هم تو کفشن. تویوتا سنچوری تنها ماشین 12 سیلندر ساخت ژاپنه که 27 سال پیش ساخته شده. این ماشینیه که حتی آمریکایی‌ها هم تو کفشن، چون تویوتا از عمد اجازه نمیده که تعداد زیادی از این ماشین به آمریکا صادر بشه و اینجوری تویوتا روی رولز رویس رو کم کرد. تو کاپوت این ماشین یه قلب تپنده 5 لیتری 12 سیلندره که 276 اسب بخار قدرت تولید میکنه و 461 نیوتن متر گشت‌آور داره. توان موتور با یه جعبه دنده 4 سرعته اتومات به محور عقب منتقل میشه. داخل کابین تویوتا انقدر امکانات گذاشته که بعد از 27 سال هنوزم خواسته. روکش تمام چرخ، سیستم تهویه اتومات، پنجره‌های برقی، گرمکن و سردکن و ماساژور فقط 1% از امکانات کابین این ماشینه. حالا شما بگید که تو نبرد رولز رویس و سنچوری کدومشون برنده است؟